پسرک کمانی را دید که نوری عجیب از خود ساطع می‌کرد. با کنجکاوی کمان را از میان هوا پایین آورد. وقتی زه کمان را کشید، هوا فوراً به تیرهای تیز تبدیل شد. سپس تیرها به یک اژدهای طلایی بدل شدند و مستقیم به آسمان شلیک شدند. اژدهای طلایی کوههای دوردست را شکافت. صدای مهیب آن بزرگان قبیله را به خود جلب کرد. آنها فهمیدند کسی به آن کمان دست داده است، پس فوراً به حیاط شتافتند تا بررسی کنند. این کمان وزنی حدود 500 کیلوگرم داشت. صدها سال بود که هیچ کس نتوانسته بود آن را بکشد. بزرگان دستور دادند شخصی که تیر را رها کرده باید پیدا شود، چون او کلید قدرتگیری و اوج گرفتن قبیله بود. اما آنها نمی‌دانستند این شخص همان پسری است که همیشه تحقیر می‌شد. عموی پسر مدت‌ها بود که چشم طمع به جایگاه رئیس قبیله داشت. او دستور داد همه قدرتشان را تحویل دهند. اما مادر بزرگ اصرار داشت هر کس می‌خواهد رئیس قبیله شود، باید در یک رقابت عادلانه پیروز شود. قانون مسابقه ساده بود. 60 دیسک پرنده همزمان به هوا پرتاب می‌شدند و کسی که با دارت بیشترین دیسک را می‌زد برنده بود. با اینکه مادر پسر توان رزمی زیادی نداشت، اما شجاعت به خرج داد و چالش را پذیرفت. در دور اول مادر فقط یک دیسک را زد. همه بیرحمانه شروع به مسخره کردنش کردند. در همان لحظه پسر عمدن به سمت دهانه یک بطری ادرار کرد و با صدای بلند فریاد زد که باد خیلی شدید است و نمی شود درست نشانه گرفت. مادر فوراً فهمید پسرش دارد جهت باد را به او یادآوری می کند. او جای خود را عوض کرد و دوباره دارت‌ها را پرتاب کرد. این بار در مجموع 9 دیسک را زد. اما حریف هنوز هم مهارت او را به سخره گرفت. وقتی شاگرد حریف وارد میدان شد، تنها در دور اول 6 دیسک را زد و با اعتماد به نفس مطمئن بود که برنده خواهد شد. اما وقتی برای بار دوم دارت‌ها را پرتاب کرد، پسرک بی صدا انگشتانش را تکان داد و مسیر حرکت دارت‌ها را کنترل کرد. این بار شاگرد حریف فقط 3 دیسک را زد. در همین لحظه مادر بزرگ متوجه استعداد خارق‌العاده پسر شد. در دور دوم مسابقه برادر ارشد حریف وارد میدان شد. او در اولین پرتاب 16 دیسک را زد و در دور بعدی 10 دیسک دیگر را هم شکست. همه از دیدن این عملکرد شوکه شدند. او با غرور جلو آمد و فریاد زد چه کسی جرأت دارد با من رقابت کند؟ در همان لحظه مادر بزرگ به سمت پسر رفت و به او گفت وارد میدان شود. همه با تمسخر خندیدند و گفتند او دارد یک بچه را به میدان میفرستد. اما مادر بزرگ مدتها بود قدرت پنهان پسر را دیده بود. پسر وارد میدان شد. پارچه‌ای سیاه بیرون آورد و چشمانش را بست. سپس با صدای بلند گفت همه دیسک ها را همزمان پرتاب کنند. وقتی دیسک ها به هوا رفتند، پسر